بار دیگر سلام میگم به همه کاربران عزیزی که این لحظه ها به آزادی ویدیو کانال مخصوص رادیو آزادی پیوستند و با ما و من شعله گلخوجه که طول چند دقیقه دیگر همه شما رو با سرخط خبرهای تازه تاجیکستان و جهان آشنا میکنم و بعد 3 ساعت دیگر من همه شما رو در پخش مستقیم برنامه خبری انتظار میشم که 15 دقیقه دوام میکند و تفسیر بعضی از این خبر رو در بر دارد و تا شروع اون برنامه طبعا هم گفتم من چند خبری هم در دست دارم که میخواهم به سهم شما برسونم. زندان برای به کسی دیگر دادن سیم کارت در تاجیکستان پیشنهاد دارند به نفرانی که سیم کارتشان را برای استفاده به کسی دیگر دادند و آن پیامد نامطلوب داشت مجازات کردند. این طرح تغییرات به کدکس جنایی تاجیکستان جریمه و زندان را در بر میگیرد. پیشنهاد مذکور الکی به حکومت فرستاده شده است. در پشت این پیشنهاد کدام وزارت ایستاده است در برنامه صحبت میکنیم، ولی باز هم برخی از شما بینندگان عزیز سوال میکنید که چرا تصمیم شده است که نرخ سیم کارت ها در تاجیکستان تا 250 سومانی بلند برده شود. مقاماتی که این پیشنهاد را کرده است میگوید این بنابر پیشگیری از تروریسم است تا اینکه افرادی نتوانند سیم کارت های زیاد را بخرند و آن سیم کارت ها در استفاده تروریستان قرار بگیرند. خب البته تفصیلات این و دیگر خبرها رو شما میتونید در وبسایت ما www.azadi.org بخونید و درباره پیشنهاد شدن زندان برای استفاده سیم کارت های بیگانه ما در برنامه خبری برای شما مفصل صحبت میکنیم. آتش زدن انبار به خاطر قرض. مقامات انتظامی شهر کولوب یک سوی ملکوری انبار یک لخت فروشی را در شهر کولوب که شب 15 آگوست آتش گرفت بود در این عمل متهم میکنند. گفته می شود این ساکن 33 ساله شهر کولوب برای نجات یافتن از قرضهایش نقشه میکشد و با استفاده 80 لیتر بنزین انبارش را آتش میزند. چرای این خبر رو همین گونه ما در برنامه خبری برای شما پیشنهاد خواهیم کرد. روز 19 آگوست حج امسال شروع شد. در مراسم حج نزدیک به 2 میلیون نفر از جمله زایران تاجیک هم اشتراک دارند. در برنامه امروز همراه با شما سیر خواهیم داشت به غار حرا، مکانی که طبق روایت های پیغمبر دین اسلام محمد صلی الله علیه و سلم اولین و حرام‌از از همین غار گرفته است. و فراموش نکنید که فردا در تاجیکستان مسلمانان عید قربان را جشن میگیرند و بازم برای آنها که میپرسند قربان کی است عید قربان 21 آگوست یعنی فردا و آمادگی ها از حالا در تاجیکستان ادامه دارند و طبعا شما میدانید در این عید مردم کوشش میکنند که جانور اصلا گاو و گوسفند را ذبح کنند و قرب روبل روسی که پایین آمد اکنون چربای خردتر مردم میخرند، چون که در پیشروی عید قربان مثلا ما تصمیم گرفتیم که در این رابطه هم برای شما بگوییم و نگاه بیاندازیم به مالبازار کشور و ساکنان هم میگویند که نرخ چربا برای ذبح در بازارهای منطقه اطراف شهر به مراتب گران شده است و شهرداری در این راستا از چه اقدام کار گرفته است و تاجران سبب سرد گشتن بازار مال فروشی را در چی میبینند. گزارش داریم که به این سوال ها حتما پاسخ میگوید. اما در پاکستان نیز مردم به تجلیل عید قربان آمادگی میگیرند. در یکی از منطقه این کشور گاوها را برای ذبح از آسمان میفرارند. باور نمیکنید در برنامه خبری با ما همراه شوید و خودتان خواهید دید. راههای منطقه کولوب صاحب چراغک و صدها علامت راه شده است. قبلا مقامات این منطقه گفته بودند که علامت راه را افراد نامعلوم دزدیدند. در نتیجه صدمه های نقلیاتی هم بیشتر شد. اما بعد گزارش رادیو آزادی نصب علامت ها و چراغک را شروع شده است. تفصیلات را همکاران ما برای شما در یک گزارش در برنامه خبری پیشنهاد خواهند کرد. من همه شما را بعد از 3 ساعت دیگر منتظر می شوم در آزادی ویدیو کانال رادیو آزادی در یوتیوب.